من نیومدم بگم که همیشه قوی باش، همیشه مثبت باش، همیشه به درخش. اومدم بگم که بعضی وقتا آدم جلو میره، بعضی وقتا آدم فقط دووم میاره و هر دوتا اینا واقعیه. چرا ازشون فرار کنی؟ شاید بعد از ویدیو کوتاهایی که میذارم یه جمله ساده باشه، یه لحظه خیلی معمولی، اما خب در واقع اینا همشون یه تمرینن، یه تمرین واسه واقعی بودن. توی ویدیوی قبلی گفتم که چرا تصمیم گرفتم که بدون فیلتر و زیباسازی و آرایش بیام جلوی دوربین. به خاطر شجاعتش نیست، به خاطر اینی که دارم میبینم این وسواس کامل بودن داره خیلی چیزا رو از من میگیره، خیلی چیزای زیادی. کمالگرایی خیلی وقتا خودش رو قشنگ نشون میده، میگه یکم صبر کن، وقتی بهتر شدی، هنوز آماده نیستی، وقتی ظاهرت بهتر شد، وقتی جوش نداشتی، وقتی آرامش داشتی، وقتی حالت خوب بود. و خودمونیم، اون وقت مناسب هیچ وقت نمیرسه. اگه بخوایم این مدلی پیش بریم، وقتی که ما خودمون رو بین این همه باید گیر میندازیم، هیچ وقت شروع نمی کنیم. اگه ویدیوی قبل رو دیده باشی متوجه میشی که همه چیز مرتب و ایدئال نیست. نه حال بدنم، نه انرژیم، نه شرایط روحیم. اما خب این اتفاقی هم نیست. من دارم تلاش میکنم که بدون هیچ ترسی، بدون ترس از قضاوت شدن، بدون ترس از کامل نبودن، بیام جلوی دوربین و با شما صحبت کنم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که مشکل از ظاهرمونه، صورتمون، بدنمون، موهامون. به این فکر میکنیم که چرا ما مثل بقیه نیستیم. اما خب اگه بیشتر بهش فکر کنیم میفهمیم که این مشکل یه جای دیگه است. مشکل اون فشاریه که ما واسه کامل بودن به خودمون میاریم. کامل نبودن به معنی عقب بودن نیست. خیلی وقتا به این معنیه که الان تو مسیر درستی هستی. پس اگه تو هم خسته‌ای از ایدئال بودن، از مقایسه، از اینکه زندگی تو عقب بندازی به خاطر یه ورژن بهتر خودت، اینجا میتونیم با هم خیلی آرومتر، خیلی واقعی این مسیر رو ادامه بدیم. قرار نیست من توی این کانال خیلی سریع الهام بخش باشم. قراره یه همراه واقعی باشم که اگه دوست داشته باشی با هم دیگه این مسیر رو ادامه بدیم. اگه آره که خوش اومدی.